دوستان عزیز وقتتون بخیر. خوش اومدید به جلسه سوم آموزش پاورپوینت. توی جلسات گذشته ما با نحوه ساخت یک اسلاید ساده و بلنک و فضای کلی پاورپوینت آشنا شدیم و همچنین پرداختیم به انتخاب یک عنوان و نحوه نگارش اون عنوان یا به طور کلی متن و در واقع با قسمت فونت از منوی هوم آشنا شدیم. توی این جلسه می‌پردازیم به نحوه نگارش متن و همچنین با قسمت پاراگراف از منوی هوم آشنا میشیم و همچنین ویژگی‌های یک اسلاید استاندارد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب من یک نمونه اسلاید رو اینجا باز کردم. از اسلاید در واقع دوم به بعد متن من شروع میشه و در واقع متن من اینجا قرار گرفته. در کنار اون یک تیتر داریم، یک تصویر پس زمینه و حالا در این قسمت یک تصویر و همچنین یه دونه در واقع فیلم اومده اینجا قرار گرفته. من اول چند تا نکته در رابطه با یک اسلاید استاندارد و در واقع حرفه‌ای به شما میگم. اولا که اسلاید ما معمولا یک موضوع داره که در رابطه با اون متنی هست که داخل اسلاید من اومده. من اسلایدها رو که میرم میبینید هر در واقع اسلاید یک تیتر مخصوص به خودش رو داره. حالا اگر یک تیتر بیاد چند تا اسلاید رو در بر بگیره، یعنی متن من به نحوی طولانی باشه که مجبور بشم داخل چند تا اسلاید اون رو بیارم، خب دیگه اسلایدهای دوم و سوم من مثلا تیتر ندارن و همون تیتر اولیه رو شامل میشن. مجبور نیستیم که اگر مثلا این سه تا اسلاید در رابطه با حالا ما عنوان قبلیمون عنوان انرژی بود دیگه، مثلا اگر این سه تا اسلاید یعنی اسلاید 3 4 5 من در رابطه با سوخت‌های فسیلی هست، خب من تیتر سوخت‌های فسیلی رو داخل اسلاید 3 وارد میکنم و در واقع ادامه متن من وارد اسلاید 4 و 5 میشه که در اونها تیتر قرار نمیگیره. تیتر من ترجیحاً باید فونتش با فونت متن من یکی باشه، یک مقدار فاصله بینشون بیفته. نیازی نیست در ادامه تیتر شما علامت حالا دو نقطه قرار بگیره، در واقع فرق میکنه با ورد. توی ورد شما باید دو نقطه رو قرار بدید داخل اسلاید، معمولا نیاز نیست چون کاملا فضای اسلاید و فضای اون متن مشخصه. با اینکه فونت یا در واقع شکل حروف شما با متن شما یکی هست، اما باید یک مقدار بولدتر باشه، باید حتما سازیش یکم بزرگتر باشه و در ادامه اون متن قرار میگیره. در رابطه با متن باید متن شما به عنوان یک پرزنتر حرفه‌ای کوتاه باشه. نیازی نیست که شما هر چیزی که لازمه داخل پرزنتتون توضیح بدید رو داخل اسلایدتون وارد بکنید، مگر اینکه اسلاید شما یک اسلاید در واقع آموزشی باشه که حالا بخواد به صورت یک فایل پاورپوینت در اختیار هنرجو یا دانشجو قرار بگیره. ولی اگر شما میخواید اون رو به صورت حضوری پرزنت بکنید، ترجیح بر این هست که کمتر متن رو وارد اسلایدتون بکنید و بیشتر تیتروار عناوین رو وارد بکنید و بیشتر توضیح بدید. در رابطه با محل قرارگیری تکست باکسی که متن شما داخلش قرار میگیره، خب این یک حالت سلیقه‌ای داره. اگر متن شما انگلیسی است، تقریبا متن شما به سمت چپ میره و در کنار اون حالا تصاویر و فیلم ها قرار میگیرن. اگر متن شما فارسی است، خب به سمت راست میره و تصاویر و فیلم ها در سمت چپ قرار میگیرن. سعی بکنید داخل اسلاید هاتون از تصاویر استفاده بکنید و به هر نحوی حالا این اسلاید رو پر بکنید، چه میخواد تصویر باشه چه با استفاده از بک‌گراند، یک بک‌گراندی رو در واقع انتخاب بکنید که تمرکز قسمت‌های خالیش مثل این قسمتش جایی باشه که متن قرار میگیره و قسمت‌هایی که حالا طرحدار هست بتونه جاهای خالی اسلاید رو پر بکنه. در رابطه با رنگ متنتون باید کنتراست رنگیش با تصویر پس زمینه زیاد باشه. فونتی که انتخاب میکنید باید فونتی باشه که از راه دور دیده بشه. از فونت‌های نازک که داخل حالا نگارش فایل‌های ورد به کار میره استفاده نکنید. و در نهایت آخرین نکته‌ای که میتونم اینجا خدمت شما بگم این هست که متن شما توی لوکیشن قرار بگیره که با اسلایدهای دیگه هماهنگ باشه. مثلا اگه متن من در قسمت بالا و سمت چپ قرار گرفته، وقتی وارد اسلاید دیگه هم میشم بازم متن من در این قسمت قرار گرفته و فاصله‌ای که متن من با حاشیه اسلایدهای من داره تقریبا داخل همه اسلایدهای من توی یک لوکیشن در واقع قرار میگیره و تغییری نمیکنه. بسیار خب، من اسلاید خودمون رو باز میکنم. خب برای توضیح قسمت پاراگراف من 3 تا اسلاید رو اینجا آماده کردم. اسلاید اول من شامل یک متن کاملا انگلیسی هست. اسلاید دوم من که در برگیرنده متنی خواهد بود که کاملا فارسیه که من اینجا قرار اون رو پیست بکنم و قسمت اسلاید سوم من که یک متنی هست که شامل حروف انگلیسی شده و کاملا به هم ریخته که حالا این رو باید اصلاح بکنیم. برای پیست کردن من اینجا یک تکست باکس میسازم. اولا که تکست باکس من خب میبینید داخل قسمت کویک اکسس من قرار گرفته. اگر شما این قسمت این رو ندارید و خب طبیعتا هم تا زمانی که اضافه نکردید این رو نخواهید داشت، وارد قسمت اینسرت میشید و از قسمت تکست قسمت تکست باکس رو انتخاب میکنید. هر چیزی رو که شما بخواید بهش دسترسی سریع داشته باشید میتونید وارد قسمت کویک اکسس بکنید. من اگر روی این کلیک راست بکنم اد تو کویک اکسس رو بزنم، حالا برای من قبلا انتخاب شده، این آپشن من میاد توی قسمت کویک اکسس و بالا قرار میگیره و اگه استفاده ازش زیاده خب میتونم سریع بهش دسترسی داشته باشم.
مثلا اگه بخوام قسمت ورد آرت رو من اضافه بکنم، کلیک راست میکنم و اد تو کویک رو میزنم و میاد این بالا برای من قرار میگیره. حالا اگه بخوام حذفش بکنم، اینجا کلیک راست میکنم و از اینجا ریمووش میکنم. خب من اینجا یک تکست باکس رو میسازم. ما کلا متنایی که قرار میدیم داخل اسلایدامون یا خودمون تایپ میکنیم یا اینکه از جای اونا رو میایم کپی میکنیم. خب من اگه بخوام پیست بکنم متنم رو، من متنم رو از قبل کپی کردم از یک جایی. برای پیست کردنش خب یک سری آپشن دارم. یکی از آپشن ها اینه که اونو کنترل وی بکنم و صرفا پیستش بکنم. راه دوم من اینه که کلیک راست بکنم و از پیست آپشن هام استفاده بکنم. پیست آپشن هام 3 تا گزینه به من میده. خب اگه من مثلا بیام اون متنم رو از یک سایتی مثلا ویکی‌پدیا بیام این رو کپی بکنم، خب ویکی‌پدیا همین که یک فونت خاصی داره، یک سری حروف رو میاد رنگ آبی بهشون میده و در واقع اونا حاوی لینک هایی هستن که خب من اینا رو نمیخوام داخل اسلایدم استفاده بکنم و این دو تا گزینه قبلی که همین موارد رو شامل میشه، Keep Destination Theme و Keep Source Formatting، که متن من رو به این شکلی که به صورت پیشنمایش میاد قرار میده. شامل لینک ها میشه، شامل حالا حروفی که آندرلاین دارن، حروفی که رنگشون فرق میکنه و گزینه آخر من Keep Text Only هست که فقط متن من رو میاد پیست میکنه، که در این موارد من میام از Keep Text Only استفاده میکنم و متنم رو به این شکل پیست میکنم. اگه من تکست باکسم رو یکم بزرگتر بکنم و بیام توی قسمت وسط قرار بدم، میتونم این موضوع رو بررسی بکنم. خب من قسمت اسلاید اولم رو باز میکنم. همین که ما وارد متن بشیم، قسمت پاراگراف برای من فعال میشه. توی این قسمت پایین من 4 تا گزینه دارم. یکی یک سری خطوطی است که از سمت چپ شروع شده، دومی یک سری خطوطی است که از قسمت مرکز داخل یک خط قرار گرفتن و سوم هم یک خطوطی است که از سمت راست در یک لاین قرار گرفتن. خب من اگه متن انگلیسی داشته باشم، از سمت چپ قرار شروع بکنم به خوندن، متن من از سمت چپ باید در یک لاین قرار بگیره. بنابراین من گزینه اول رو که الاین لفت هست انتخاب میکنم و متن من کاملا توی سمت چپ قرار میگیره. اگه از سمت راست بزنم، خب متن من میاد سمت راست. بنابراین متنم رو از سمت چپ شروع میکنم و تقریبا یک در واقع تکست باکس منظمی رو دارم که متن من به این شکل قرار گرفته. حالا همون نکته‌ای که گفتم، مثلا اگه من میخوام تکست باکسم رو توی این قسمت قرار بدم، یک سری خطوطی که به من کمک میکنن به این شکل قرار میدم. داخل اسلایدهای بعدی هم حالا در همین لاین من میتونم اسلایدم رو قرار بدم. وارد اسلاید دومم میشم. اینجا یک متن فارسی داریم، دوباره اومده از سمت چپ شروع شده و خب متن ما از سمت راست غالبا باید خونده بشه. بنابراین من این گزینه الاین رایت رو میزنم و متن من به سمت راست میره. بنابراین این علامت هایی که اینجا قرار گرفته مربوط به این موضوع هست. حالا این علامتی که قسمت وسط قرار گرفته متن من رو کاملا در مرکز قرار میده و مثلا برای عنوان میتونید ازش استفاده بکنید که عنوان ما در واقع چون یک کلمه هست بیاد وسط تکست باکس ما قرار بگیره. گزینه آخر ما هم جاستیفای هست که در واقع میاد حروف ما رو و در واقع جمله های ما رو به نحوی قرار میده که از سمت چپ اینها با هم دیگه مچ بشن. خصوصا داخل ورد و نگارش های ما به اون شکل به کار میره. مثلا متن من الان به این شکل هست، بیام جاستیفای رو بزنم، متن من میبینید میاد فاصله بین حروف من رو افزایش میده و یک سری کلمات من رو بعضی جاها میکشه، مثل خبررسانی مثلا اینجا، و باعث میشه که متن من داخل یک تکست باکسی به صورت منظم قرار بگیره. در تمام حاشیه ها متن من داخل یک لاین قرار گرفته که حالا من میخوام این رو اصلاح بکنم. این گزینه رو میزنم و متن من وارد سمت راست میشه. در رابطه با این موضوع هم من میخوام توضیح بدم. توی این قسمت تکست دایرکشن رو داریم که نشون میده که متن شما از کجا میخواد خونده بشه. در واقع این دو تا گزینه مکمل همدیگه هستن. مثلا در این قسمت من متنم اول سمت راست بود، من کنترل زد میزنم برمیگردم، متن من از سمت راست شروع میشد و توی قسمت چپ هر کدوم از جمله‌های من یک جا تموم میشد. من میخواستم این رو اصلاح بکنم، اومدم گزینه جاستیفای رو زدم و متن من کاملا اصلاح شد. منتها دوباره انگار از سمت چپ داره خونده میشه، به خاطر اینکه این قسمت دوک ها به جای اینکه از سمت راست بیاد، از سمت چپ اومده چسبیده به در واقع تکست باکس من. خب به خاطر این هست که گزینه‌ای که انتخاب کردم این هست که تکست دایرکشن من از چپ به راست است. بنابراین تکست دایرکشنم رو راست به چپ میکنم و جهت خوندن من از راست به چپ هست و به این شکل متن من کاملا اصلاح میشه. بسیار خب، پس دو تا گزینه در واقع تکست دایرکشن و حالا جاستیفای کردن رو و الاین رو با هم دیگه بررسی کردیم. میرسیم به اسلاید سوممون. اینجا باز یک متن فارسی داریم که داخلش حروف انگلیسی قرار گرفته و کاملا به هم ریخته. من یک نکته کلی بگم برای شما که تایپ فارسی میکنید. کلا زمانی که متن شما به هم میریزه، اصلاح اون با همین دو تا گزینه در واقع الاین و تکست دایرکشن هست. شما با اینها که کار بکنید میتونید متنتون رو اصلاح بکنید. مثلا
الان این متنم رو من حالا یا تکست باکسش رو گرفتم یا کل متن رو سلکت کردم، فرقی نمیکنه. من تکست باکس رو میگیرم. اولا که متن من فارسی است، باید از سمت راست شروع بشه. خب من این رو میزنم از سمت راست مثلا شروع میشه، ولی بازم متن من به هم ریخته است. کلمات انگلیسی اومده جدا از متن، حالا جدا از جمله و اون ساختار قرار گرفته. پرانتزهای من کاملا به هم ریخته. اگر بیام دایرکشن رو عوض بکنم، متن من اصلاح میشه. یعنی من دایرکشن رو از سمت راست به چپ که کردم، کامل متن من اصلاح شد. همچنان متن من از سمت چپ داره شروع میشه و خود این هم به سمت چپ رفته. من دوباره به سمت راست که ببرم، متن من کاملا اصلاح میشه. بنابراین به صورت تجربی بهتون بگم، زمانی که خواستید کلمات انگلیسی رو وارد متن فارسی بکنید، کلا با دایرکشن ها و در واقع الاین شما سر کار دارید. خب من برای اینکه یکم فضا عوض بشه، دیزاین پیجم رو عوض میکنم، یک تم بهش میدم. خب من برمیگردم به قسمت هوم. اینجا یک اسلاید جدیدی رو میسازم. تکست باکسم رو باز میکنم و اینجا یک تیتری رو من میخوام حالا به عنوان تایتل بیام اینجا قرار بدم. اینتر رو میزنم، میرم خط بعدی. وارد قسمت پاراگراف که بشیم، توی قسمت بالا این دوتا گزینه رو داریم. اما کاربرد این دوتا چیه؟ مثلا من اینجا تایتل رو قرار دادم. اینجا مثلا می نویسم آپشن شماره 1 من، آپشن شماره 2 من و آپشن شماره 3. خب اگه بخوام این سه تا گزینه رو به نحوی حالا به عنوان تیترهای من یا موضوعات من بیام جدا بکنم، میتونم از این علامت ها استفاده بکنم. من اینا رو میام سلکت میکنم و وارد قسمت علامت ها میشم. اولش رو میتونم تیک بذارم، میتونم حالا مربع بذارم، دایره بذارم، مسائلی از این دست میتونم در قسمت ابتداشون قرار بدم. حالا اگه بخوام به صورت شماره اینا رو بیام قرار بدم، همینا رو دوباره سلکت میکنم، وارد قسمت شماره ها میشم و براشون شماره میذارم. حالا شماره های انگلیسی ABC یا به هر نحوی اینا رو میام شماره بندی میکنم. حالا اگه من بیام اینتر بزنم، خودش اتوماتیک شماره 4 رو برای من قرار میده. من آپشن شماره 4 رو اینجا مثلا وارد میکنم، دوباره اینتر میزنم، شماره 5 و به همین نحو پیش میره. پس برای شماره بندی و در واقع سلکت کردن یک سری عناوین خاص اینجا به کار میره. گزینه‌هایی که توی این قسمت داریم لیست لول هست که متن من رو حالا اینجا به سمت راست یکم میبره. مثلا من روی آپشن شماره 2 بودم، متن رو یکم میبره به سمت جلو. میبینید که تیترش هم عوض میشه، چون کلا جدا میشه از عناوینی که من اینجا داشتم. دوباره میتونم برش گردونم به سمت عقب. حالا یک سری جایی اینا کاربرد داره. در نهایت گزینه‌ای که اینجا داریم لاین اسپیسینگ هست که فاصله بین خطوط رو ما مشخص میکنیم. اینجا مثلا 1، 1.5، 2، 2.5. اینجا میاد فاصله بین خطوط من رو تغییر میده. در نهایت لاین اسپیسینگ آپشن رو داریم که میتونیم در واقع عددش رو خودمون انتخاب بکنیم. توی این قسمت ما ستون بندی رو داریم، 1 ستون، 2 ستون، 3 ستون. شما میخواید متن رو قرار بدید، مثلا میخواید یک شعری بنویسید، خب باید 2 ستونه باشه. زمانی که بخواید یک سری حالا مقایسه ها رو انجام بدید، میتونید از ستون ها استفاده بکنید. تکست دایرکشن که جهت حروف رو نشون میده، افقی یعنی حالت عادی ما 90 درجه بچرخونه، 270 درجه بچرخونه، یا اینکه حروف رو کلا زیر هم دیگه قرار بده. و آپشن های دیگه که داریم الاین تکست، باز تکست من رو توی بالا قسمت وسط و باطن تکست باکس من قرار میده. و کانورت تو اسمارت آرت هم که داخل قسمت حالا نمودارها بررسیش خواهیم کرد، که میاد حالا تکست من رو به صورت نمودار در میاره. یعنی تایتل من آپشن 1، آپشن 2، آپشن 3، آپشن 4 به این شکل. حالا این رو قرار داد که به محض اینکه ما فعالش بکنیم، اینجا برای ما تم های مختلفی رو قرار میده. من کنترل زد میزنم، برمیگردم. بسیار خب، بنابراین قسمت پاراگراف رو به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. توی قسمت دروینگ باز ما شیپ فیل رو داریم که میتونیم رنگ پس زمینه تکست باکسمون رو به طور کامل تغییر بدیم. شیپ آوتلاین رو داریم، میتونیم برای تکست باکسمون یک لاینی رو قرار بدیم. مثلا من اینجا لاین حالا زرد رو انتخاب میکنم، میبینید که اطراف تکست باکس من یک لاین زردی قرار میگیره. شیپ افکت رو داریم، میتونیم حالا جهت تکست باکسمون رو به این شکل تغییر بدیم که داخل قسمت پیکچر هم بهش خواهیم پرداخت. و به این نحو با ویژگی‌های اسلایدی که متن ما و در واقع توضیحات اصلی بدنه پرزنتیشن ما رو شامل میشه آشنا شدیم. و تا جایی که فعلا نیاز شما بود، من توضیحات رو خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. توی جلسه بعدی منتظر شما هستم. با امید دیدار.